ай мо Холов Ҷамолиддин аз ҷамоати ҷаҳаи Истиқлол участки Махтумқулӣ мо ҳами саҳар мехезем ай хоб як пила чой мехӯрем худи фарзандову кори деҳқонӣ ман худам наменаму мефармам бачаҳоро роҳбарӣ менаму менам деҳқонӣ тарбуз мешунем ҳандарак мешунем ғалак корӣ менем 5 бачаи кормекардагӣ дорам ҳар кадомша ай пайи кор бори худаш роҳӣ менем ишад сари саҳро ишад дамби мол ишад дамби гов ишад дамби мактаб шо мо худмон бошем хай асп мегирем суворӣ мешавем аспгардониву аспдавониву ҳамин кори касабаи бобигӣ моям қадимраҳои ҳамин корму рафта истоад намрӯз бачам тез кора бибинем ки тихмира кордан вақт рафта истааст дер накунем мо як асп суворӣ менем меом ساکن دهه مقدومقلی ناحیه جیهون جمال‌الدین خلف دوستدار اسب‌هاست. این شغل به قلب برای او اولادی است. در این صبح بهاری با مصلحت دوستان اسب‌بازش به سیر طبیعت اطراف و اسب‌تازی می‌روند. من از سال 1988 تا حاضر و همین کار باریم از دوانی بزکشی همکاری مشغولیم. اینا حاضر ما تیاری دیدیم یا بچه‌ها رو جمع کردیم تیاری برای نوروز از دوانی بزکشی همه کار باری بهار مصرف است همه کار پرتوتا فرزندان رو در پای کار هوارا می‌نیم ما خود ما پای همین از دوانی و تیاری نوروز و هم خیلی کار کسبان داریم هر چورابینی نوروزی در هر یک چورابینی اشتراک می‌کنیم نوروزی این همی بازاری گذشته 14 همی چیزا در نویای 5 بودن که بزدوانی در هر بزکشی در همین ولایت کردن در جایش که باشه همجا اشتراک هست اشتراک می‌کنیم انشاءالله هر سال نک هم 2 تن جو اسب میتیم علف میتیم یکی که هم یک ذوقی بزکشی که هست یگان از خودی را ما فکر نکرده فقط اسب می‌مونیم هر سال دوریم هست سعید زیر بنده بیو اسب‌بازی نوزکیش نمیدونم این همی در خونم یکی آدمی بین خوجگیداری یکی نسترین بگریزه همین اسب بسوشم یک فرب گردم بیام کو همین خیابون در دیگه تبدیل من یگان غبار نمیمونه هم که نسترین در جمعه همین اسب‌بازی را همین کودکی میام کو نقد میدونم ذوق اسب‌بازی روز دیگه نمیدونم همین اسب چیزی شروع یخی نمایی نه همین ذوق ما همیشه میگم که همین اسب میبینیم دیگه همه را فراموش می‌کنیم یگان زیکی و چی من نمی‌بینم جمال‌الدین خلف سواری اسب به سراغ دوستانش می‌رفت. در اطراف کنار درختان پرگل کشاورزان الکی مشغول کارهای صحرایی بودند. زراعت کشت می‌کردند. در ناحیه جیهون وقتی کشت کاری بهاری سر شده است تمام مردم دهقان ناحیه جیهون با کشت کاری پنبه‌دانه سفربر شده ایستادند. خیلی که شما دیده ایستادید ما الکر در یک باغ خوب قرار داریم که این باغ هم باشد باغ شفتالو می باشد ناحیه جیهون تمام ولایت ختلان رو یعنی که با ماده‌های پولزی یعنی که تربوز، خربوزه و دیگر موادها تأمین می نماید. این چنین در این فصل بهار ما تمامی مرد و زنی یا که این دهقانای ما با کشت و کار بهاری سفربر کرده می شوند که تا حتی ما از دیگر ناحیه ها با خود مردی کار میاریم که تا که در ناحیه جیهون ما کشت کار را دوام دهند.
نفس تازه نوروز مبارک باشد. جشن زیبای دل افروز مبارک باشد. همه جا تازگی و جمله جوانی بینم. جشن فرخنده فیروز مبارک باشد. در مرکز ناحیه در باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه جیهون علاقه جوانان زیاد دوره را تشکیل کرده با هم هر گونه بازی‌های ملی را اجرا می‌کردند. ساکنی ناحیه جیهون روح الله پیروف مدتی است که با رفیق مکتبی خود در خصوص توانمندی خروس‌هایشان بحث می‌کردند. این بحث نهایت آنها را به دوره مسابقه آورد. در بازی خروس‌بازی بار اول است که اشتراک می‌نمایم و من با جورم بحث خروسم را کردم که من خروس من غالب می‌براید. در این بحث ما گفتیم که ما در بازی می‌بینیم که خروسی کی غالب برآمد. خروس روح الله نه تنها بر خروس رفیقش غالب آمد بلکه غالب دوره خروس جنگ ناحیه گردید. مغلوب نمودم. من از این خیلی خرسند هستم. بار اول است که من در نوروزی اشتراک کردم و خروس من غالب برآمد. با خروس همسایه‌مون یک بار بازی کرده بودم. این خطنه با دیگه کش او پدرم نه هر دو برابر شدن. او از بس که کلانتر بود زد مغلوب شد. من تمنا دارم که همه عید نوروز را با خوبی و خوشی گذرانند. طبق نقشه چرابینی کمیته کار با جوانورزی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جیهون نقشه و چرابینی‌ها ترتیب داده شده بهر پیشرفت یعنی که پیشواز گرفتن نوروز خجستپای ما بازی‌های ملی را بین گروه‌های مؤسسه دولتی مکتب ورزشی تشکیل نمودیم که از قبیل گوشتین ملی لانکا بازی و تمامی آن نمودهایی که در نمود ملی ما استفاده برده میشوند ما آنها را یعنی که بین مردم نشان میدیم که ما همین خیلی تمدن آفرین بودیم که در دورهای پیش همین نمودهای ورزش بابا کلان ما استفاده میبردند.
در میدان مرکزی ناحیه جیهون گروه دیگری جوانان بازی‌های ملی را اجرا می‌کردند. از همه بازی معمول بندکشی میباشد. دو گروه در مقابل هم انتظار امر داور بودند. بچه‌ها گوش کردیم هر دو دسته ورزشگران محترم جشن عید نوروزی بین المللی مسابقه های ورزشی را در ناحیه جیهون میان جوانان ناحیه برگزار کرده ایستادیم. حالا ما در میدان دسته جماعتی 5 و دسته جماعت شهرک دوسی رو آزمایش میکنند. ما شاهدی مسابقه میشویم. با صدای هوشتک بچه‌ها بازی سر میشود، با صدای هوشتک تمام میشود. آماده دسته جماعت دسته 5 غالی بر آمدن. ولی الله محمد لایف در یک گوشه میدان مرکزی ناحیه با رفیقانش بازی چلیک دنگل را اجرا میکرد. با ما این بازی های قدیمی از بابایانمون موندن. وقتی که نوروز می آید، روز نو می رسد، ما این بازی های قدیمی را در کوچه، در خانه ها بازی میکردیم. بازی های خیلی قدیمی هستند و ما میخواهیم که این بازی ها از ما به نسل های آینده بماند. من به همسالان خودم توصیه میدهم که این بازی های ملی را بازی کنند و این بازی ها را از بین نبرند. جانانه بهار شد از تو کی می آیی، وقتی گل کن شد از تو کی می آیی. تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا همه آب شدند و کی می آیی. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، نو قصه بپرداز به نوروز رسیدیم. در پرده گل باد نوا کرده پریشان، ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. ای باغ گل افشان بغلی باز مبارک، ما هم با دل شاد به نوروز رسیدیم. ساکن جماعت دهات قمسنگیر ناحیه جیهون سید بیگ مشربوف استای طبق تراش است. طبق تراشی برای او کسب باباگی است. عادتاً از چوب درخت چهارمغز، بید و چنار طبق می تراشد. حالا وی همراه پسرانش به این کار مشغول است. این همی خیلی مهنت حلال خدمتی زندگی را استا برده ایستیم. چند تا شاگرده هم داریم، بچه ها هستن، همسایه ها کار مینن. کاری ما هم کاری خیلی سبک نیست، یک کس دو کس مقصد کار کنی، یک سه کس چهار کس در کار کی خیلی عرق کنی مقصد پای کنی. خیلی اشغال کارای ما هم خیلی سبک نیستن. چوی چهارمغز باشد، بید باشد، فرق باشد، چینار باشد، چی چوی باشد میشه. همین ذوق ای کودکی ای میدهکی سر میشود. خوزی همین گویا که بچه های میده، نبیره های میده ما را میبینی، همین یک میوین پیش مونده، یکون تیشچه را میگیرن، یکون چی را میگیرن، همین ما را میبینن، ذوق پیدا میشه. همین کودکی این میدهکی ذوق پیدا میشه. اوستا همین خیلی گویا که کار همین خیلی بده است.
این خلقای ما توخنه همین دیگه خلقا هم چی ازبک زبان باشد قزاق باشد قرغز باشد تا اروسا را هم میبرن دیگه خلقا ها دیگه چی هم همین همه استفاده میبرن همیره اوقاتش به مزه های گویا که بسیاری میخرن به مزه های همه میفهمن دیگه خلقا دیگه جاها روسیه میبرن ازبکستان میبرن قرغیزستان دیگه جاها برده سن. این طبق بزرگ را استاد سید بیگ برای جشن نوروزی آماده کرده است. بنا به گفته خودش این طبق 1 متر و 30 سانتی متر درازی دارد. در آن زیاده از 30 کیلوگرم برنج که از آن آشی پلو پخته می شود جایگیر کردن ممکن است. این طبق کلان از چینور است. چینور است گویا که ایران هر خیلی استاد در جاش آورده و گویا که راست کرده ساز کرده نمیتونه. خیلی شگر ما بچه ها کلان شدگیان و دستگیری هم با یک جایه کار میکنیم. نمی خیلی دیده است طبق های کلان میده اونم خیلی برای قند و قنفید برای گویا که این همه هر نموچه ساز کرده میتونیم. همین میده کلان خیلی که فرمایش شود میتونیم که ساز کنیم. همین تاجیکستانی ما خیلی روز تا روز شکفته ایسا هست تنجی امانی شده ایسا هست زمین دهقانی میکنه استاگی میکنه چی سوهای باشه همه کارش یافته زندگیش برده ایسان. دهقانی هم میکنیم زمین هم داریم یگانه تمانای ما که همین تاجیکستانی ما همه خلق خرسند باشن ساق سلامت باشن همه گویا که صاحبی کسب و کار باشن خوش خرسند باشن نوروزشون مبارک باشن. در باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه مسابقه گوشتین جریان داشت. عمر عزمیدین زاده مدت است که گوشتین جدا مشق میکند. در این مسابقه در گوشتین ملی چند رقیب خود را مغلوب کرد. من از ویدیزاده عمر توی یکیم سال در گوشتینگی زودا مشق کرده ایستاده من در مسابقه ولایتی سزاوار جای نمایان گشتم. من همیشه در جشن‌های نوروز گوشتین بگیرم. من در نوروزی این سالا گوشتین گرفته برای خودم غالبیت گشتم و به همچنین سالای خودم میگویم که به ورزش مشغول شدم. گذراندن مشق یعنی که مسابقه هایی ملی بخشیده به عید بین المللی نوروز در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی بین گروه ها گذرانده شدیم. مسابقه های دهه به دهه بین دهه و دهه گذرانده شدیم یعنی که در هر یک جماعت مو دهه به دهه مسابقه ها ما گذرانده شدیم. نو و ساز نمود. تمنیات ما این است که تمام مردم جمهوریمون در این فصل زیبا فصل بهار یعنی جشن نوروز تمام خوشی‌های زندگی تمام اینمی گل شفان باشن. همیشه دسترخوان پر از گنج و نعمت داشته باشن. ما امروز در جشن بین المللی نوروز قرار داریم. وابسته به جشن بین المللی نوروز یک قطار بازی‌های ملی ورزشی را بخشکار با جناح ورزش ناحیه تشکیل برگزار نمود. از جمله از نمود بازی‌های گوشتین ملی، چلیک دنگل، خروس جنگ و غیره ها تشکیل برگزار نمود. نوروز همه مبارک باشد.
افسانه رنگین را این هستی شیرین را بر روی شما بگشاد نوروز مبارک باد. جمال‌الدین خلف این اسب را چند سال پیش از ناحیه 5 خریداری کرده است. نسبت به این جانور مهر زیاد دارد. نام اسبم بوربل. اسبم سالش 8. نه بهار 9 میبروید. نه را من خودم از رون 5 خریدگی ام. ناحیه 5 اسبم اسبی خانزادی 5 است. کسبه بوبیگی موندگی اگر یگون زیاد نمیشود. تا رسیدن به نزد دوستان چومندازش جمال‌الدین خلف نبیرش را همراه خود گرفت. به او نیز هنر اسب سواری را می‌آموزد. واسطه به نوروز اینا تیوری دیده است ما خدمت برای نوروزیمو ما ده همه همین خرسندی داریم. اینا نوروز یه ماه پیش چه سر میشه تا 30 مارس هم که همین نوروزیمو دوام میکنه. بیادم بچه‌ها بریم یک خیلی اسدوانی کنیم خیلی مشق کنیم برای روز نوروزی. این اسدوانی میدیم از رفتیم خیلی مشق کردیم اسبا را عرق گیروندیم تیوری برای اینا مثال 20 دیم بازی خوب میشود و میریم بچه‌ها اونجا با اسبا چندی فر بگردن خوب میشود رگ پیوندشون برای دویدن برای بزکشی چی با خوب میشود. خیلی با هم اسب تازی کردند و استفاده از فرصت پایگاه اسب‌ها را نیز تشکیل نمودند. در این مسابقه بابای جمال‌الدین پیشتاز اسب سواران بود. من عیدنو میخیدم همه مردم جیهون تبریک میگم برای سال نوروزیشو تا همه‌شو خوشی خرسندی خواهم. قریبی های شام جمع سواران جانب خانه هاشان راه پیش گرفتند. روز به پایان می رسید و آفتاب به غروب خویش نزدیک می شد.